میگن اگه ملت تاریخ کشورش رو فراموش کنه یه ملت بی‌هویت و گم شده است. تا حدودی با این حرف موافقم. الان ماهایی که اینجاییم چند تامون تاریخ کشورمون رو نه به صورت تخصصی بلکه به صورت عمومی میدونیم؟ تاریخ دینی که داریم رو چند نفرمون میشناسیم؟ ای کاش میشد به این سوال جواب خوبی داد، اما متاسفانه اکثر ماها فقط اطلاعاتمون محدود به حرفیه که از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر میبینیم و یا از بقیه میشنویم، چه درست باشه چه غلط. میتونم به جرئت بگم این ویدیو و این سری ویدیوهایی که از این به بعد توی مگامایند میسازم دلی ترین ویدیوهایی هست که من قراره بسازم، دست کم توی این مقطع، به امید روزی که همه ما تاریخ کشورمون رو بدونیم و مهمتر از اون تاریخ نگارامون طی بزرگترین پروژه تاریخی ایران شروع کنم به نگارش صحیح و جامع از تاریخ ایران، چیزی که متاسفانه نداریم. سلام، اینجا مگاماینده و من سیف الله میزبان شما. امروز قراره با همدیگه یه تاریخ حدودی در مورد کوروش کبیر رو بررسی کنیم. چیزی که خیلی منو اذیت میکنه اینه که ما تاریخ درستی در مورد ایشون نداریم و حتی به نقل از برخی منابع همچین شخصیتی وجود نداشته و اگرم بوده اسمش کوروش نبوده. جلوتر متوجه دلیل این قضیه میشین. همه چیز از یه خواب شروع شد، خوابی که پادشاه ماد ایشتوویگو یا به اسم یونانیش آستیاک دید. اون توی خوابش دید که از دخترش ماندانا آبی شروع به جوشش میکنه و تمام کشور ماد و آسیا رو در بر میگیره. از تعبیر این خواب فهمید که فرزند دخترش قراره به کل آسیا حکومت کنه. برای همین سریعا دخترش رو به عقد کمبوجیه یکم پسر رئیس قبیله پارس درآورد. اما بعدها اون دوباره خواب دید که از دخترش یک درخت رویده که کل جهان رو زیر سایه خودش برده و اون بعد از این خواب ترسید و وقتی که پسر ماندانا به دنیا اومد اونو به یکی از سردارای خودش سپرد تا سربنیستش کنه. سردار آستیاک به اسم هارپاک بچه رو به دست یه چوپان که اگه اشتباه نکنم اسمش مهرداد بود سپرد تا اونو بکشه. مهرداد هم چون تازه بچه مرده به دنیا آورده بود فرزند مرده خودش رو به جای کوروش پایین کوه گذاشت تا صحنه سازی کنه و کوروش رو بزرگ کرد. این جریان میگذره و کوروش بزرگ میشه و یه روز که داره با همسنای خودش بازی میکنه توی این بازی به عنوان شاه توسط بقیه بچه ها انتخاب میشه و یکی از بچه ها رو که به فرمان اون گوش نمیداد مجازات میکنه. از قضا این پسر بچه فرزند یکی از درباریان بود و پدر اون پیش آستیاک میره و درخواست مجازات برای کوروش رو میکنه. وقتی که کوروش رو نزد آستیاک میبرن اون بلافاصله از روی چهره اون متوجه میشه که این نوه خودشه که دستور قتلش رو داده بود و سریعا هارپاک رو خبر میکنه و از اون درباره شیوه کشته شدن کوروش میپرسه. هارپاک هم میگه که اونو به یه چوپان داد تا اونو بکشه و اینجا آستیاک مطمئن میشه که این بچه‌ای که دیده نوه خودشه. توی تاریخ اومده که اون به هارپاک میگه همیشه از این دستورش پشیمون بود و ازش ممنونه که بچه رو نکشته، ولی مثل این که اینا همش در حد حرف بود. آستیاک تصمیم میگیره یه جشن بپا کنه و کوروش رو به بقیه معرفی کنه. توی این جشن به هارپاک یه غذای خوب میده و هارپاک بعد از خوردن غذا میفهمه که شاه ماد برای تنبیه گوشت پسرش یعنی گوشت پسر هارپاک رو به خورد اون داده بود. هارپاک هم اینجا در جواب میگه هرچی که از شاه به من برسه نیکوست، ولی قطعاً ته دلش همچین خبری نبود. خب یه پاز بزنیم این وسط. متاسفانه تاریخی که از ایران باستان به خصوص دوره هخامنش داریم همش از روی کتاب‌های غربی و اکثراً یونانی هاست. منم بیشتر با توجه به تاریخی که هرودوت تاریخ‌نگار یونانی گفته دارم تاریخ رو میگم، اما قطعاً اون یه عالمه از تاریخ رو به خاطر خصومت اون زمان یونان با ایران تحریف کرده که جلوتر بهش اشاره می‌کنیم. چیزی که این وسط جالبه اینه که ما خوشبختانه توی یه سری از کتاب‌ها اشاراتی به هخامنشیان داریم که باید تاریخ‌نگارها، استادای ادبیات و یه عالمه رشته دیگه دور هم جمع بشن و از دل اینا تاریخ رو بکشن بیرون. دلیل اینکه ما تاریخ مکتوب دقیق نداریم اینه که بعد از حمله اسکندر مقدونی به هخامنشیان یه عالمه از کتب سوزونده شده و این اولین ضربه بزرگ به تاریخ ایران بود. بعد از اون توی حمله مسلمونا یه تعداد از کتابا سوزونده شد، تعدادی هم در زمان حمله سلطان محمود غزنوی به ری سوزونده شد و هرچی که مونده بود رو مغولا زحمتشو کشیدن و یه ضربه بزرگ به بزرگی ضربه اسکندر به تاریخ ایران زدن. اما این وسط و قبل از حمله مغول ما یه کتاب غنی داریم که میشه از دلش تاریخ رو کشید بیرون و همتون میشناسیدش. شاید کتابای دیگه‌ای باشن ولی فعلا من فقط این کتابو میشناسم، شاهنامه فردوسی. الان میگم چرا. مطمئناً یه عالمه از افسانه‌هایی که توی شاهنامه فردوسی هست
از روی واقعیت نوشته شده. زمانی که فردوسی داشت کتاب رو مینوشت همداره با سلطان محمود بود و حتی اگه کتاب هم سوزونده شده بود به احتمال زیاد حکیم فردوسی قبلش تاریخ رو خونده بود و مهمتر از اون فردوسی قبل از حمله مغول‌ها زندگی میکرد. توی شاهنامه 2 شخصیت داریم، یکی از سلسله پیشدادیان یعنی فریدون و یکی کیخسرو از سلسله کیانیان که مورد بحث در مورد این که منظور از یکی از اونها کوروشه. حالا چرا توی کتاب اسمشون کوروش نیست؟ باید بگم که به احتمال زیاد اسم کوروش یکی از این 2 بوده، نه برعکس، یعنی یا کوروش اسم اصلیش کیخسرو یا فریدون بوده، نه اینکه فریدون یا کیخسرو اسم اصلیشون کوروش بوده و توی افسانه ها اسمشون عوض شده. چون همونطوری که گفتم تاریخی که ما از ایران باستان داریم اکثرا از یونانی هاست و مقدار زیادیش هم از یهودی هاست که کوروش رو به عنوان یک انسان درست میپرستیدن. حتی اسم سلسله هخامنش هم به گفته یه دوستی از کلمه هاخا گرفته شده و در اصل هاخامنشه، یعنی کسی که منشش مثل هاخامهای یهودیه. هاخام هم یه چیزی مثل روحانیون خودمون در نظر بگیریم. راجع به این اسمگذاری بعدن که به تاریخ خشایار شاه رسیدیم صحبت میکنم. داشتم میگفتم توی شاهنامه این 2 شاه به کوروش نسبت داده شدن که پر بیرا هم نیست. ضحاک خواب 3 جوان رو دید که یکیشون اونو میکشه و پیشگوها اسم اون رو فریدون میگن. از اون طرف آستیاک که جالبه بدونین اسم دیگه‌اش آژیدهاکه بعد از دیدن یک خواب که نوش جهان رو میگیره دستور مرگ اون رو میده. حتما متوجه شدین که آژیدهاک و ضحاک جفتشون یه اسمن. نکته جالب اینجاست که اون زمان جهان رو به 3 بخش میشناختن و توی خواب ضحاک هم عدد 3 اومده بود. 2 خواب عدد 3 داشت، یکی میگفت کل جهان رو میگیرن که خب جهان به 3 بخش تقسیم میشد. توی خواب ضحاک هم 3 جوون توی خوابش بودن. آستیاک پسر هارپاک رو کشت و به خوردش داد. ضحاک هم جوونا رو میکشت و مغزشون رو میداد به مارهای روی شونه‌هاش. از اون طرف اسم پدر بزرگ فریدون جمشید بود. تخت جمشید هم که دیگه معروفه دیگه. شاید هم هیچ ربطی به هم نداشته باشن چون ساخت تخت جمشید به داریوش بزرگ نسبت داده میشه، ولی اینا همش یه سری فرضی است. جفت این افراد خوابشون تعبیر میشه و ضحاک به دست فریدون کشته میشه و آستیاک هم از تخت به زیر کشیده میشه ولی توسط کوروش کشته نمیشه و زنده میمونه. از اون طرف همین اتفاقا برای کیخسرو هم میفته. افراسیاب یه خواب درباره فرزند دخترش میبینه و دستور میده که نوه دخترش کشته بشه، اما وزیر اون بچه رو به دست یه چوپان میسپاره و ادامه ماجرا که اگه بگم از بحث خارج میشیم. داستان کوروش رو تا اونجایی گفتم که برمیگرده به جایگاه خودش و پیش پدر و مادرش در قبیله پارس. اونجا عاشق دختری به اسم کاساندان شد و با اون ازدواج کرد که اگه درست یادم باشه دختر عموش بود ولی مطمئن نیستم، یه نسبتی داشتن. اونا طی زمانهای مختلف صاحب فرزندایی به اسم کمبوجیه دوم، بردیا، آتوسا، رکسانا و آرتیستون میشن که در مورد رکسانا و آرتیستون تاریخ نگاران مطمئن نیستن ولی اینو میدونن که کوروش حداقل یه دختر دیگه غیر از آتوسا داشت. بعد از اینکه کوروش قوم پارس رو تبدیل به امپراتوری هخامنش کرد، در اولین اقدام به کمک هارپاک سردار سابق آستیاک به مادها و پدر بزرگ مادریش حمله کرد و قلمرو اونو تصرف کرد، ولی پدر بزرگش رو نکشت و به اون خونه و مقام داد که تا آخر عمرش به راحتی زندگی کنه. خود مردم ماد هم با آغوش باز از کوروش استقبال کردن و بدون درگیری خاصی با کمال میل اونو به شاهی پذیرفتن. پس در واقع حمله‌ای نبود. خود مادها بر علیه شاهشون اقدام کردن و کشور رو به کوروش دادن. پس میشه گفت جنگی نبود این وسط. بعد از این اتفاق حکمران‌های سرزمین‌های میانی مثل پارت‌ها هم خودشون رو تسلیم کردن و با کمال میل جزئی از حکومت هخامنشیان شدن. کوروش آدمی نبود که دنبال کشورگشایی باشه، چیزی که بعدها از نادرشاه افشار می‌بینیم. اما حاکم لیدی که به تحریک پیشگوهاش از کوروش ترسیده بود، با مصر و بابل هم پیمان میشه تا به کوروش حمله کنه. این وسط بخشی از یونان که با لیدی از قبل دوست بود هم وارد عمل میشه. کوروش به یونانیان میگه که شما توی این جنگ دخالت نکنین که براتون شر میشه، ولی اکثر اونا سمت لیدی رو میگیرن و جنگ آغاز میشه. از نظر جغرافیایی لیدی بخشی از ترکیه امروزی بود. همونطوری که بوش میاد بعد از نیم قرن کوروش نه تنها لیدی بلکه قسمت بزرگی از یونان رو میگیره تا خیالش راحت باشه که مرزهاش امنیت دارن. کوروش میگه درست نیست بشینیم تا دشمن به مرزهامون حمله کنه. اول ما حمله میکنیم تا جنگ به داخل کشور خودمون نیاد و کشور ما رو خراب نکنه، بلکه جنگ رو به کشور خودشون میکشونیم. اینم میگم که کوروش این حرف رو زد چون میدونست قراره بهش حمله کنن، وگرنه منظورش این نبود بریم به بقیه حمله کنیم که یه وقتی حمله نکنن. نه، اونا داشتن علیه ایران آماده میشدن.
عملاً کوروش تا جایی کشور رو بزرگ میکرد که خیالش راحت بشه کسی با مرزهاش کار نداره و همینطوری بخش بزرگی از اروپا رو گرفت. بعد از اون کوروش به بهترین شهر اون زمان که زبان زد خاص و عام بود حمله کرد، یعنی بابل، و مردم بابل به خصوص یهودیایی که اونجا توسط شاه اذیت میشدن با آغوش باز کوروش رو پذیرفتن و بابل هم فتح شد. اینجا بود که کوروش حرفی زد که برای یهودیا و مردم بابل خیلی عجیب بود و باعث شد که اونا هنوز که هنوزه کوروش رو که بهش سایرس میگن به عنوان یک ناجی بپرستن. حرفی که اون زد این بود. اون گفت شما توی انتخاب دین آزادیده و به سربازاش گفت هیچ کس حق نداره توی بابل خرابی به بار بیاره و به مردم و گنجینه‌های اونها تعرض کنه. شاید الان بگین خب این یه چیز طبیعیه، ولی این حرف حتی برای 200 سال پیش هم طبیعی نبود، چه برسه برای 2500 سال پیش. شیوه فتح بابل هم خیلی خفن بود. اول ارتش بابل به رهبری بالتازار پسر نمونوئید پادشاه بابل شکست خورد و عقب نشینی کرد. کوروش هم بعد از این اتفاق بابل رو محاصره کرد، اما نمیتونست وارد اون شهر بشه چون اطرافش با برج و دیوارهای خیلی بلند بسته شده بود. بابلی ها با خیال اینکه کوروش خسته میشه و به ایران برمیگرده کاری به محاصره شهر نداشتن. از طرفی میدونستن که داخل دژ میتونن به اندازه کافی غذا تولید کنن و آب هم از طریق رود فرات تأمین میشه. کوروش برای ورود به شهر شروع کرد به کندن چندین شاخه فرعی برای رود فرات تا سطح اون رو پایین بیاره و از طریق ورودی رود وارد شهر بشه که همین اتفاق هم افتاد. بعد از 6 ماه نگهبانا دیدن که هیچ خبری از ایرانی‌ها نیست و فکر کردن که اونا خسته شدن و برگشتن، اما غافل از این که اونا وارد شهر شده بودن و با استقبال اکثر مردم شهر رو فتح کردن. یهودیایی که به دست پادشاهان گذشته بابل از اورشلیم بیرون انداخته شده بودن دوباره به اونجا برگشتن و حتی کوروش به اونها کمک کرد که معابدشون رو بازسازی کنه. ادامه این ماجرا باشه برای ویدیوی خشایارشا. به روایت هرودوت تاریخنگار یونانی که اکثر متن امروز با حرفای اون تطبیق داشت تا بقیه تاریخنگارا، بعد از همه این اتفاقا و جنگ‌ها کوروش یه مدت استراحت کرد و به ایران شکوه و عظمت عجیبی داد و آماده حمله به مصر، آخرین همپیمان لیدی و بابل شد. اما قبل از اون یک قبیله وحشی در مناطق میانه ایران از قوم سکاها به اسم ماساگت آرامش را از مردم مناطق میانه گرفته بودند و کوروش قصد حمله به اونا رو کرد تا جلوی اذیت و آزاری که به مردم میرسید رو بگیره. در ابتدا کوروش به ملکه اونا پیشنهاد ازدواج داد تا با دیپلماسی قضیه فیصله پیدا کنه، اما ملکه تومیریس که از نیت کوروش مطلع بود قبول نکرد و اعلان جنگ کرد. کوروش در ابتدا با زیرکی تونست 2/3 از ماساگت ها رو شکست بده، اما اونا برای حمله آخر با تمام قوا به کوروش حمله کردند و اونو کشتن و سرش رو جدا کردن. حالا چطوری بدن دو تیکه کوروش بعدها به پاسارگاد برده شد معلوم نیست، چون جنگ سمت شمال الان ایران و نزدیکی‌های گرگان فعلی بود. روایت دیگه‌ای هم هست که در مورد مرگ کوروشه. تاریخنگاری به اسم تروگوس پومپیوس روایتی شبیه به هرودوت داره و فقط در یک سری از جزئیات فرق داره. دو تاریخنگار دیگه هم به کشته شدن کوروش در جنگ اشاره میکنن، ولی هر کدوم جنگ رو با دو قبیله مختلف و شیوه کشته شدن مختلف رو میگن که از قضا این دوتا جنگ هم سمت شمال فعلی ایران رخ داده مثل روایت هرودوت. و خب این قضیه که چطور بعد مرگ پیکر کوروش رو تا پاسارگاد بردن و دفن کردن یکم عجیبه. این وسط یه تاریخنگار معروف دیگه به اسم گزنوفون روایت کاملا متفاوتی رو میگه. اون میگه کوروش در خواب میبینه که قراره بمیره و سریعا وصیت میکنه و بعدش میمیره. در کل منظور اینه که به مرگ طبیعی میمیره. حالا تا اینجا که 4-1 میگن توی جنگ مرده. مهمترین چیزی که از کوروش الان باقی مونده منشور حقوق بشر اونه که بعد از فتح بابل نوشته شد که اگه دوست داشتین متنش توی اینترنت هست. بخش اولش در مورد فتح بابل، بقیهش در مورد کوروش و از زبان خود کوروشه. این منشور در حال حاضر توی بریتانیا نگهداری میشه. اینو اینجا اضافه کنم که خوشبختانه اینو از ما ندزدیدن، توی عراق پیدا کردن و بردن کشور خودشون. حالا چرا عراق؟ چون بابل از نظر جغرافیایی بخشی از عراق امروزی بوده، ولی بازم چیزی از اصل ماجرا کم نمیشه. درستش اینه که این منشور و خیلی چیزای دیگه مثل جام شیر قرآن که توی نیویورک و توی همدان پیدا شده و این یکی رو از قضا دزدیدن باید توی ایران باشه. حدود 40 تا شیء باستانی مهم ما توی کشورهای مختلفه که از یه طرف خوشحالم دست میراث فرهنگی فعلی نیست، از یه طرف ناراحتم که چرا توی ایران نیست. چند وقت پیش یه مقاله میخوندم که میگفت پاسارگاد زمان پهلوی ساخته شده و هیچ ربطی به کوروش نداره و همه چیز تحریف شده است. از اون طرف یه سری مقاله کوروش رو یک جنگجوی بیرحم میدونن، نه پادشاه عادل که هر جا میرفت کاری به مردم شهری که فتح شده بود نداشت.
از طرف دیگه هرودوت یه آیینی رو به هخامنشیان نسبت میداد که میگفت هخامنشیان برای اینکه در خاندان سلطنتی بچه به دنیا بیاد با محارمشون رابطه جنسی برقرار میکنن، مثل سرسی و جیمی توی گیم آف ترونز. حالا با دوتا مقاله قبلی فعلا کاری ندارم، ولی این به شدت دروغه و یونانیایی که اسمشون سر اینجور چیزا بد در رفته بود از روی عمد این شایعات رو درست کرده بودن که بگن ایرانی‌ها هم همین کارو میکنن. ولی چون کتابای تاریخ ما از بین رفته، ما فقط روایت اونا رو از هخامنشی‌ها داریم. در اصل تا جایی که من میدونم دین زرتشت و هخامنشیان توی این رسمی که اسمش اصلا نمیدونم چرا یادم نمیاد توصیه میکنین که ازدواج فامیلی بکنین، نه اینکه با خواهر و مادرتون ازدواج کنین، مثلا با دختر عموتون ازدواج کنین، مثل اسلام که میگه عقد پسرعمو و دخترعمو رو توی آسمونا نوشتن. ولی خب هرودوت یکم اینجا با غرض ورزی تاریخ رو نوشته، یا چیزی که توی یونان شایعه شده بوده رو فکر کرده که واقعیته. در کل کوروش چه واقعی باشه چه نباشه، چه آدم خوبی باشه چه نبوده، چه اصلا اسمش کوروش بوده یا چیزی دیگه، اصلا از نظر من مهم نیست. فرض کنین حتی به غلط این شخص رو اینطوری میشناسیم، ما میتونیم الگو برداری کنیم ازش، از منشش، حالا میخواد واقعی باشه یا افسانه، مگه مهمه؟ آخر این ویدیو و توی دیسکریپشن یه آهنگ از حامد فرد رو میذارم که اگه دوست داشتین برین گوش کنین. با نصف حرفای آهنگ موافق نیستم چون یکم نژاد پرستانه و گاهن تعصبیه، اما به نظر من در کل 51% ارزش داره گوش دادنش و 49% نه. البته همونطوری که گفتم این نظر منه، شاید بقیه نظر دیگه‌ای داشته باشن. نکته آخری که لازمه بگم و خیلی مهمه اینه که انقدر توی گذشته نمونیم و پوزشون رو ندین. به قول یه بنده خدایی، ای کاش ایران نه نفت داشت نه تمدن 2500 ساله، اینطوری قطعا خیلی پیشرفته تر بود. هر کدوم از ما به جای اینکه منتظر یک نفر مثل کوروش باشیم میتونیم خودمون یه نمونه از اون باشیم، به امید روزی که آدم‌ها به جای اینکه منتظر یک نفر باشن که بیاد نجاتشون بده، خودشون رو نجات بدن. به امید روزی که هر کس صاحب فکر باشه و هرچی توی توییتر و بقیه رسانه‌ها دید رو باور نکنه. این فقط مختص به ایران نیست، متاسفانه یک چیزیه که توی همه جوامع هست. امیرکبیر میگفت من ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواد، بعد مدتی به این نتیجه رسیدم که مملکت شاه دانا میخواد، اما الان میفهمم که مملکت ملت دانا میخواد. حرفی که قطعا همه دولت‌ها ازش میترسن، ولی انقدر نشرش میدیم که این حقیقت تبدیل به واقعیت بشه، حقیقتی که هیچ جای دنیا وجود نداره. انقلاب رو از درون خودتون شروع کنین. مسلمونا، حسین درونتون بذارین بیدار شه. مسیحیا، عیسی درونتون رو بیدار کنین. یهودیا، وقت قیام موسی در روح شماست. و در کل ایرانیا، کوروش خوابیدتون رو بیدار کنین. انقدر درگیر شدیم که غیرت دیگه واسمون معنا نداره. کوروش بیدار شد، وقت خواب نیست. شدیم طفلی که مادر نداره. خدا نگهدار.